عرفان، من به تو خیانت نکردم، با تو خانه دار شدنی بودم زیاد. تو رو فراموش کردن نمیتونم زیاد. نه زهرا نه، با تو اجازت نمیدیم. احمد رو گرفتن نمیتوانی، پدرم رو گرفتی ولی احمد رو گرفتن نمیتوانی. خدایا توبه، چرا با تلفن جواب نمیده؟ عجبا نزدیک کافه آن دختر مرا آغوش گرفت و او دید. برای همین باشد، باید ندیده باشد. با زنگ زنم. بردار ملیس. Ambulansı çağırın. جواب نمیده. نباشد به همانجا برمیگردم. باید بیایم. میامدگیست. میلیس؟ میلیس؟ میلیس! میلیس! بیدار شو میلیس! Çekilin, çekilin.
خوب میشوی. کمی طاقت کن جانم. احمد مرا تنها نگذار. آرام باش، من اینجا هستم. زیا در کجاست؟ زیا کجاست؟ زیا در کجاست؟ دقت به همه گروهایی که در عملیات هستند، به اجازت لوین در رفت عملیات کسی از جاش نمیجنبد. این را به حیدر و ابوبکر رسانید. تمام. سردارونال اکاونال بخشش، شما در اینجا چیکار دیده؟ اینجا چیکار دارم؟ با ماشین سوار شدم. اکاونال ما وقتی چق کردن ندارم. این حال ما در عملیات هستیم. التماس بفراد در ماشین بیرون پوش. تو چه خیلی با من گپ زده ایستاده ای؟ من سردارت هستم. تمام گپ را زیاد نمیکنیم. این حال شما در تبابت از رفیق سردارم. فراموش کرده شما به سردار سلاحتون رو دادید، شهادتنامه‌تون رو دادید. تا شفای افتنتون رو شما از کار دولت آزاد هستید. برای همین من میگم که مرا غم نده. من در عملیات هستم. لطفاً شما با کار من مانع شده ایستاده. التماس برید در راست بیرون پوشید. ای سرگرم، حالا از تبابت من تمام شود، همه اینها را از بینیت کشیده میگیرم. جواب همه‌اش را میدی تو. به این هم از اون خیال‌های بافته کلتکلت جانم خلاص شد. نخون، از راستی میگوید. گذشته رفته. میدانی چی شد؟ چی؟ کلتکلت خیالی در قبرستان روبرویم آمد. واهیمه‌اش رو میدیدی؟ واهیمه کرد به طرف من، اما من گویا ندیدم او را. طرف شما واهیمه کرد کلتکلت؟ بله، حتی روبرویم آمد، مرا شپاتی زد. من فهمیدم که این خیال از لوین. گویا او را ندیدم، رفت. برای شما بسیار زیق میشم رفیق سردارم. به همه این من جوابگرم. کاش که من شما را نزد دکتر نزد یگان دامولا میبردم یا دو تشتام میداد سوز میشدیم. سفسته نگو. لبای چی؟ بس هدم دوچور شدن؟ احمد میلیس آرام باش جانم. دکتر گفت که حالش خوب است، اما من گفتم که خودم یک بار پرسم. خوبم. میلیس این صدمه چه خیلی رخ داد؟ من خواطر شدم. وای، خودم هم به یاد ندارم. ماشین از پیشم برآمد، مجبور به او زدم. ماشینی که زدم راننده‌اش خوب است. دیدی او را؟ ندیدم. با دکتر گپ زدم، گفت خوب است، حالتش بد نبوده است. خدا را شکر. بچه بسیار جوه بدویم. زهرا جانم خوب هستی؟ خوبم رحمت. خدا شفای دی از زورا. رحمت لوین خوش آمد. خوش باشید. با دکتر گپ زدم. میلیس هم خوب بوده است. حاضر به نزد او میرویم. میلیس چی کار کرد؟ تو خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ تو را با ماشین میلیس زده است. میلیس گفتی؟ میلیس مرا بسیار ترسونده. لطفاً بعد از این با دقت باش. حتما. به سر و لباسی تو چی شده است؟ چی شده است؟ هیچ چیز نیست. به یک آنجا شکیدم خودم را. آهسته روم. خیر تو استراحت کن. دکتر گفت که باید استراحت کنی. من رفتم. احمد کمی دیگر است. التماس.
که زیاد خسته نکنید اونو. من در نزد تو خسته نمیشوم، برعکس استراحت میکنم. کمتری دیگری است. تمام، ولی با یک شرط. تو استراحت کن، گپ نزن. کنی چشمانت رو پوش. با ماشین من ملیسه دست مگر؟ بله جانم. تو چراغه که گشتن رو گریه نکرده؟ طرف راست گشتی، او باشد ماشین رو داشته نتوانسته است، با ماشین تو زده است. شکر خدا که خوب هستید. من با کارمانان بیدیا گپ زدم. از یک چند شاهد آنجا بیانیه گرفتم. میگویند که خانم ملیس در درون ماشین محکم شده است. ماشین پسین مانده بود که بکفد، اما او را دوست داشته است در رو نجات داده است. دوست پسرش گفتید؟ واه. نامش احمد؟ بله، احمد. خیر شاه دختر، تا بازدید. خدا را شکر که به تو چیزی نشد میلیس. دختری زیبایم. کنی یک رفته زهرا رو بینم. وای خانم به تو چی قصد داشته باشد؟ مادر. تمام شیرینم. زهرا جان، بیتون آمد. خدا شفا دهد. رحمت، تشکر زیاد بیتر جان. بسیار ترسیدم. فهمیده در حال دویده آمدی. رحمت. زهرا دخترم حالا هم نمیفهمم. در یک شهری کلان دیگر آدم نبود که میلیس با تو صدمه کرده؟ نمیدونم بابا جان، من درباره صدمه هیچ چیز رو نمیدونم. حالا خودش چی گپ است؟ چی گپ است؟ گفتنی هستید که دخترم به ماشین زهرا قصدن زده است؟ گوش کنید، اجازت نمیدیم کسی به دخترم تهمت کنه. شوهرم رو کشتید، بس نیست؟ بس نیست؟ از دخترم چی میخواهید؟ بس کپی زدت رو گوشت میشنود. میلیس هم نبیره من است. عجبا، به میلیس زنگ زنم؟ نه، ناراحتش نکنم باز. بعد زنگ میزنم. sit down please. Hello معلمه. I am fine, thanks. نه معلومه خطا کرده. در دست انگلیسی هستیم، یوری میشود مگر هلپ میگوید داد میزنه. من جانتان رو از درس خلاص کردم. معلومه بانو یک ماه دیگر با مکتب نمیآید. دوگانه جان من چیزی نفهمیدم، تو فهمیدی؟ چی؟ یعنی معلمه ژورنال رو شد، بعدا داد زده گریخ ژورنال. آماده هستی؟ یک، دو، سه. چه شاب کن داره؟ استاد این قدر استاد جان دار. همتان به پایان فرامده. در یک قطار راست شده، مرا انتظار شوید. زود. چرا استاد؟ زود باشید. زود. یک قطار؟
خاموش. استاد با ما چیکار میکرده باشه؟ هیچی نمیشود. میریم در بیرون دم میگیریم. تمام. یک پایتان را بردارید. استاد ما گناهی نداریم. ما کاری نکردیم آخی. بله استاده لطفا گوش کن آرتیر. اگر این کاری تو باشد انگشتان تو یک تک تکنده چه میپرد. علاقه داره جانم؟ این تماما کاری من نیست. اگر خوی با من تکیه کن. لازم نیست فهمیدی؟ در بالای پای خودم میستم. اختیارات. استاد در کدام عصر زندگی داریم؟ این خیلی جزا مونده است مگر؟ از برای خدا این خیلی نمیشود استاد. خاموش پسرم، ما نو شروع کردیم. همین جزا نیست، بعدتر جزا میده. من دیگر استاد نمیتوانم. تو وهمه بد میکنی دادارم. ما باید راه نفتر گریزیم وگرنه حالمون بد میشود. تو مگر عقلت رو خوردی؟ چه خیل میگریزیم از اینجا؟ اومد استاد پسرم این باز تو هستی؟ استاد یک سوال دارم من. پسرم چه خیلی سوال؟ ما اینجا درس گذشته ایستاده ایم. استاد آیا در دین ما اکای هجری بابا یک دقیقه ایستا. التماس از برای خدا سوال آسان پرس. نمیبینی احوالمان رو با یک پا ایستاده ایم. استادمان رو ناراحت نکن فهمیدی؟ استاد از نظر دین حکم فولبین مشکل کشو چی است؟ چی خیلی؟ مشکل کشوی جایز است استاد؟ اما پسرم این خیلی نمیشود اینجا. استاد جایز است؟ اوف نویس یعنی مشکل کشا روی همه آنها سیاه. یعنی چه خیلی؟ مشکل کشا کی باشد چرا مشکلی خودش رو حل نمیکنه؟ استاد کمتر معلومات دیگر ده؟ گوش کن پسرم، یعنی آنهایی که مشکل کشا هستند خودت فکر کن چرا مشکلی های خودشون را حل نمی کنند. بدبخت ها عقلت را به کار بر پسرم. شب و روز در کلبه های ویرانه با چشم چار نشسته منتظر یک بنده درمانده هستند. مشکل کشا که باشند چرا مشکلی خودشون را حل نمی کنند؟ گفتنیت که دروغگو هستند یعنی؟ بله. یعنی مشکل کشایی رو نمیتوانم. مشکل کشا که باشند مشکلشان را آسان کرده رفته در دبی استراحت می‌کنند. راست گفته. خدا از شما راضی باشد استاد رحمت. خدا از تو هم راضی باشد هجری. خودتان رو احتیاط کنید استاد جان. روز بخیر پسرم. مایلش مالی بخیر. شما چیکار کرده استاد؟ استاد ما درس را اونقدر دوست می‌داریم که حتی در این حالت گفتیم از درس خفا نمانیم. کنی زود آن دفترها را در جیبتان گذارید. اکنون باشد به دو قطار جدا شوید. دو قطار؟ دو قطار پهلوی هم. استاد بمورم. بچه ها به شما گفتم به دو قطار راست شوید. بیا در بر من شد. زودتر بچه ها به شما میگویم دو قطار شوید. بله بچه ها صف کشید. قدم به قدم. یک دو دوام دید. ای دختر چی میخندی؟ در تنفس جزای تمام دیگونه تمام. حاضر من تمام کنم موی های او رو یک دقیقه میکنم. بله بچه ها اکنون شعری من کلان میشوم رو خانید. خانید. استاد خواهش میکنیم خان دخترم خان. همه کسا خانم جان باز چی گپ شده است؟ استاد احمد بسیاری 12 به جزای عجایبی داده استاده است جناب مدیر. جزا داده است؟ مکتب عسکری کده ما نو درگی افتیم. بهترین است خیر نه؟ عجایب باشه. من کلان میشم قهرمان میشم بر دیاری خودمان پاسبان میشم. ولی مهرتان در دل جان لفظ شیرینی روان ما از شما آموختیم. دیگرش سرود درباره مادر مهربان بخوانید. همه کسا خانید.
خرسندم که خوبی زهرا. به تو ضرر رسانیدن نمیخواستم، فقط خواستم مانع شوم. با او خوردنت را نمیخواستم. تو در این دنیا از همه آدمی دوست داشتم را، پدرم را از من گرفتی. تنها موندم، تو هم تنها خواهی ماند. اجازت نمیدهم که با او خوری. به این هم تو او را صاحبی کرده نمیتوانی. تو اگر او را دوست می داشتی با دیگر نفر خانه دار نمی شدی. تو نشان میدیم. خیرس بچه دبا این را چیکار میکنی؟ خیرس بچه تو هستی. راه کجا دست کوری؟ برادرم؟ چه خیل برادر؟ چه شد؟ در حال ملایم شدی ها؟ کوری نمیبینی؟ با خدا میسری من تا خود سه. معلوم است که تو کله هم نداری. آخر دیوانه ای. افتش را ببین. یک لحظه. تو همانی که روزی گذشته در ماشینی من پنهان شده بودی ها؟ اینجا چیکار میکنی؟ بله من انی خوب دیده ایستادم. چی میزنی احمد؟ با خدا که حقیقت بوده ای؟ با تو حقیقت را نشان میدیم. تو چیکار داری اینجا؟ برادر جان من حالا هم خوب میبینم. تماما دیوانه شده است. رو از نظرم گم شوه. استاد چی شد؟ ما با کافه رفته ایستادیم، خواستیم شما هم با ما روید. چی علاقه ای داره؟ من با شما چرا با کافه روم؟ عقل داری تو؟ بله استاد، شما راهبر صنف ما هستید کو. ما شما رو در صنف آزار دادیم، خواستیم معذرت پرسیم از شما. باز مشکلی های صنفمون رو گپ میزنیم. برای همین خواستیم رویم استاد بیایید. گپ میزنیم دخترم، گپ میزنیم. شما چرا خواطر شدید؟ این مسئله ها رو گپ زده حل میکنیم. شما پروا نکنید. استاد اگر شما آید جیانتان را هموارید، چرا او بیاید؟ وای دختری عمکتان رو میآوردید خوب میشه. کدام دختری عمک؟ تو چی میگویی؟ یک لحظه ایستید. شما با کی گپ میزنید؟ با استادمون صحبت داریم. استاد شما کیست؟ نمیبینیم اگر در پشت تو نه. چیزی که من میبینم شما میبینید؟ چرا نمیدیده بودیم؟ کور هستیم اگر در رو برایمان استادان احمد شمشک ایستاده است. احمد کی است؟ شمشک است چی؟ دستگیرش نکردیم. جستجو کرده ایستادیم. در شهر از آن ماشین یک یا دو تا است. 011 سرخ میراند. پیداش میکنیم. 011 سرخ کالتاکیل است؟ من هم نفهمیدم. 011 میراند. غیر از این گویا ما رو نمیشناسد. از همه عجیبش در قبرستان کمیسر اون رو شپوتی زد. کمیسر صدای نبرآورد. اکا چندان دشوار نیست. احمد شمشک کیست؟ من احمد شمشک منم. یگان گپ داری؟ خدایا دیوانه هستی مگر؟ کالتاکیل است برادر. رو از پیشم کدام برادر؟ خدایا توبه برادر. کدام برادر؟ ایک پسرم. تو کی هستی؟ شما این رو میشناسی؟ سوداگرها آشخانچی شوکت نمیشناسی مگر؟ آشخانه رو به همین دیوانه دادن؟ البته از آن مدیر بیهنر دیگر چی انتظار شد؟ دیوانه های اینجا رو همه رو جمع کردن. خدایا توبه. افتی این رو بینن؟ خیر بچه ها با کافه اتان رفتن گیره. تو دیدار استاد. اینجا بیا رفتیم. تو چی خیل کردی اینها رو؟ چی رو چی کردم؟ دیوانه ای تو؟ کاری نکردم. در جایم ایستادم، کلید میکفتم. با موتور آمده زدی، همه کار رو ویران کردی. تو کردی. برادرم کالتاکیل است. ایستو سرده منو پسرم. دیوانه ای تو مگر؟ چرا گریه میکنی؟ رو از اینجا من خوبم چیزی نشده است. تمام
برادرم. ای پسرم ایست. معلوم است که دیوانه هات هستی، بسیار دیوانه هستی، ولی مرا رها کن، مرا برادر نگو. به وجدان آقی پدر، میدونی من برای تو چه خیلی عذاب ها کشیدم، چرا از من پنهان کردی ها؟ تو چی ها میگویی؟ بی شرف بی وجدان تو هستی، غیر از این چرا از تو پنهان کردم؟ با خدا کاری زور کردی، تبریک میکنم. این رو با من چه خیلی کردی، حالا هم نمیفهمم. من تو رو به دستانی خودم به قبر گذاشتم. به من نگاه کن، اگر در مکتب نمی بودیم تو رو زنده همینجا میگوراندم. از من دور باش. چه میگویی تو دیوانه؟ آه چه خیلی خوب ها؟ نامی زیبا یافته برادر احمد شمشک. روتیا برادرم گفته به من نچست دیوانه احمد شمشک هستم. چه خیلی نام، چه خیلی فریب کردم. داملای ساخته، معلمی ساخته، همه چیز ساخته اتره روتیا. من نگاه کن، نامی من احمد شمشک است، داملای ساخته نیستم. تو ساخته هستی، میفهمی؟ رو از اینجا خدای تا بدم. نه برادر به خدا نمیمونم. برادر جزدانم را بیده. دیگر نمیخوام تو از دستیم. برادر بیده جزدانم را، از اینجا میرم. یا خدایا. برادر جان من تو رو دیر پیدا کردم، به خدا بزودی تو رو دیگر از دست دادن نمیخوام. من برادرم نکن برادرت نیستم. رو از اینجا دیوانه. یا خدایا. برادر یک لحظه من رهایم کن. برادرم گفته مرا با آغوش نگیر، آتشت میزنم، هم خودت را هم موتورسیکلت را. دور شو. اقلا بیا پیشانی یک مچک کنم یادت کردم. دیوانه است برادر. رو. کالتاکیلا ایستا. تو چه گفتی مرا؟ کالتاکیلس گفتم. کدام کالتاکیلس؟ چرا کالتاکیلس میگی؟ لقب کالتاکیلس. به من نگر. مرا از لقب ماندن کسی هیچ خوشم نمیآید. فهمم؟ میستی تو برینها به من لقب گذارن، تماما خوشم نمیآید. خدایا دیوانه هستی تو. کالتاکیلس بیا کخته منو دوی نزن، بس کالتاکیلس گم زنن یادت کردم. کالتاکیلس گفته نیستن دیوانه. کالتاکیلس التماس یک بارک مرا گوش کن. جواب بده. برادر از من دور شو، لیکن احمق بوده ای تو. هوی که دره. رو. باشه بیس کمتر چخچخ کنه. خدای توبه. داملو سیاه الهیده، زابی سیاه الهیده، کالتاکیلسش آمد. یا خدایا، یک نقش کالتاکیلس داریم گفته؟ باید کالتاکیلس باشم؟ این دیوانه مرا کالتاکیلس میگوید. عجبا این مور را در کجا دیده باشد؟ در کجا دیده باشد؟ نمیفهمم. نه معلوم شد که از آن مور خلاص شدن لازم است. خانه در کجا خبرگیری بیام؟ یمت را بگیر. باز برادرم. یک شپات زدم، شپاتم زد. به خدا همو است. برادر می خونه. زورو جون خوب هستی؟ بیا بشین. بشین. وقتی که به این خانه تنها می درایم از غمگینی قریب می میرم. میلیس چی کار کرده ایستاده باشد؟ وای از بیمار خانه برآمده باشد. به زیارتش روم. میلیس یک تویم. بعد از پدرت تنها تو رو دارم. برایم بسیار عزیزی. با دقت باش میلش. میلش مادر جان، پروا نکن، با دقت میشوم. شکر خدا که دوست پسرت آمده است. نباشد ما چی کار میکردیم. آهسته. شما چی ها میگویید مادر؟ تو نمیدونستی مگر؟ چرا؟ بعد از صدمه ماشینت آتش گرفته است. کم مونده است که ترکت. اوه خدایم، احمد نجات داده است. برای تو حیات خودش را به خطر گذاشته است. زهرا جان، از برای خدا سفسطه گویت رو بس کن. چخی سفسطه سلین جان؟
با گوشهای خودم شنیدم. میلیس از اول زنده بودن زیا رو میدونسته است، اما من خرسند نشوم گفته پنهان کرده است. این اما یعنی چی خیل میشود؟ چی خیل میشود سلین جو؟ 1 ساعت است که تو رو فهمانده ایستادم. میلیس را وجدانش غم داد، در بیمارخانه بالای سر من اومد، همش را نقل کرد. فکر کرد که من خوب هستم، هیچ چیز رو نمیفهمم. زورا جان شاید خوب دیده باشی، چون که این خیلی نمیشود همین طور نه؟ حالا هم خوب گفته ایستاده سی، حالا هم خوب میگویی. میلیس برای به زیا نرسم گفته با ماشینش به ماشین من زده است. زهرا جان جانم خواهش میکنم کمتر، پس لیونت میآید پیش از توی خرید کنی میرویم. تو را در این حال دیدن نمیخواهم. سلین تو مرا بفهم. زهرا جان یعنی میلیس این رو پیشتر هم نکرده بود مگر؟ شاید با تو بازی دارد؟ بازی نیست، بازی نیست سلین. زیا زنده زیا زنده است؟ سلین من پیش از صدمه زیا را دیدم. چی؟ دیدن یک طرفو او را آغوش گرفتم. زهرا تو چی ها میگویی از برای خدا؟ سلین زیا را آغوش گرفتم، بویش کشیدم سلین، اما او مثل که مرا نشناخت از پیشم رفت. این رو به کسی نگفتم. هر کسی که فهمد در خیال دیده است میگوید گفته به کسی نگفتم. زیا نمرده است سلین، زیا زنده است. زنده است، زنده است زیا. ترگوت با تو در حال باید بخوریم. آقای اکرمی شمایید؟ بله بله. این بیگاه دارگان جوا میخوریم. این مسکرمانان پران منظر فرزاد. یک زنگ زنم. او رو ناراحت نکنم باز. بیا ناراحتش نکنم. نه احمد باز حیاتم رو نجات دادی. من چرا برای تو اینقدر مهم هستم؟ حافظت به جایش که آید باز همین قدر مهم میدونسته باشی مرا. من این خیل بودنش را نمیخواهم. همیشه در برم بودن تو را میخواهم. همیشه صدایت را شنیدن میخواهم. وقتی که در برم نیستی خودم را تنها حس میکنم. همه برای من بیگانه شدن. خیر تو استراحت کن. دکتر گفت که باید استراحت کنی. من رفتم. احمد کمی دیگر التماس. خدایا تا بعد چی می شود یک زنگ زده احوالش را می پرسن. هیچ گپ نیکو آخی. چرا من اینقدر می خواهم که با او زنگ زنم؟
نه خوب نمی شود. ای دختر دیوانه هستی مگر؟ البته که زنگ میزنی. او حیاتی تو رو نجات داد. اقلا تشکر میگفتم. لبای احمد. سلام الیس. یعنی بخشیش پیشتر زنگ زدن نتوانستم. استراحت کرده ایستاده گفته تو را ناراحت نکردم. چه خیلی؟ چرا با من نگفتی؟ چی را؟ با نزدت می اویم. چی را نگفتم؟ همونجا می گویم. با نزدت می اویم گفت. با نزدت می اویم گفت. آخر چرا می اویه؟ همه بی ترتیب است. خدایا اینها چی؟ جارم اینها را باید کنم. خودم خانه را چقدر با ترتیب در آورده میتونم. خدایا توبه کردم. آقای اکرم چه خبر؟ خوش آمدی. بفرما. یگان حادثه شده است مرا دعوت کردی. هر جا باشد شده است. از تو یک خواهش دارم. استغفرالله اکا. برای خدمت شما ما همیشه آمده ایم. این آدم را زنده یا مرده بودنش را برای من تحقیق کن. خیر بد نیستم. چه خیلی دیدم سخت میزند. یا خدایا گپم نمیگذارد. میلیس نشنود. خیر کمی عطر و خوشبویی زنم. خدایا این هم بود شده است. ای میلیس وای در نزد در نیست. داخل شو. چرا با من نگفتی؟ چرا؟ دخترم در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ باز چیکار کردی تو؟ دیوانه را ببین. چی ها میگویی؟ دختر در اتاقش است. در اتاقش نیست. در اتاقش نیست؟ نیست. حیاتم رو تو نجات دادی. یعنی تو به خود آمده بودی. من هم آن وقت گفته نتوانستم. تو را تماما غمگین کردن نخواستم. جانت را به خطر گذاشته ای اما نه چیزی نیست. یک جان بوده است. چه خیلی یعنی هر وقتی که سرم به بلا دچار می شود تو در پهلویم می شوی. من در پهلویت می شوم و تو هم سرت را این خیلی در بلا نمونده. چی شد؟ از بیمارخانه روز به اینجا آمدی؟ کمی استراحت میکرد. خوبم پروا نکن. حالتم خوب است. چیز بای به بالکن رفتن نشینیم؟ از بیمارخانه ناو برآمد. با کجا رفته باشد؟ تلفن کردی؟ کردم جواب نداد. چه جواب نداد؟ باز زن.
نوستالژیکی کردم. تشکری زیاد، زحمت کشیدی. چیزی نیست. ببین چه خیلی بامزه شده است. بسیار خوب اومده است. این بار اول است. از این پس نزدت می آیم. قهوه بهترین می کرده ای. البته منتظرم. خودت کلید داری، هر وقتی که خواستی بیا. درست میگویی. مادر آرام نگذاشتید مرا. چی میخواهید از من؟ نه از بیمارخانه آمده ای، برایت خواطر شدم. لبای مادر. الو ملیس تو در کجایی؟ در بیرون مادر. چی خیل با بیرون رفتی؟ چرا بی خبر با بیرون بر اومدی؟ مادر به هوای تازه بر اومدم. در کجایی؟ مادر. ملیس در کجا بودنت را با من بگو. با احمد مادر جان. احمد گفتی؟ احمد؟ وای ملیس را نجات دادگی نیست مگر؟ احمد او کی است؟ هر جا باشد دوست پسری اپای ملیس است. دوست پسر یافته است. خوب هستی دخترم؟ بله مادر. احمد یگانه نفر است که درد دل میکنم. او مرا تسکین میدهد. ملیس جان تلفن رو با جناب احمد بده. با او تشکر گفتن میخواهم. چه خیلی یعنی؟ با احمد گپ میزنی مگر؟ با مادرت بیشتر گپ زده بودم. گپ زده بودید؟ با جناب احمد گپ زنم آخر. حیاتی تو رو نجات داده است دخترم. احمد چی کار میکنی؟ شام بخیر. من احمد. خوب هستید؟ خوبم. شما چه خیل هستید؟ رحمت جناب احمد. در سایه شما خوبم. به خودم جناب احمد با شما چه تشکر گویم نمیدانم. کاری نکردم، هیچ گپ نی. میلیس برایم با ارزش هست، نمیخواهم با او چیزی شود. رحمت با شما شناس شده از نزدیک تشکر گفتن میخواهم. البته انشالله. من هم با شما شناس شدن میخواهم. تلفن رو با من ده، من هم تشکر گویم به اون. یک لحظه. جناب احمد، جناب من بابای ملیس هستم. اکرم. بابایت؟ سلام جناب، من احمد. بابایم؟ شما بخیر جناب. من و عائله‌مان از شما بسیار منتدار هستیم. حیات ملیس را نجات دادید. رحمت منت داریم جناب. چیزی نیست. نبیرتان برای من هم با ارزش است. با من ده. ایستا گپ زده ایستادیم، عیب می شود آخر. البته جناب، من هم بی صبرانه با شما شناس شدن میخواهم. من بعد از 2 ساعت میلیس را میارم. در باغچه حولیتان میتوانیم روبرو شویم. دیوانه شدند. بسیار خوب، منتظریم. شام بخیر. چیزی نمیشه جانم، چی میشود؟ من به این هم با عائله تو شناس شدن میخواستم. خدایا، من این شیوه گپ زدن رو به کسی مانند کردم. نه شناختم. میلش میلیس را که آورد آن وقت شناس میشویم. یک چیز گویم، بابایت چندان آدمی بد نبوده است. با صدایش گوشتی میشه که دلی ملایم دارد، یعنی آدمی خوب است. همین خیل است، همین خیل. چه خیل خوب است. حالایست وقتی که تو رو بینند در حال زیر پویش میکند. به خدا یک چیز گویم میلیس، برای شناس شدن با عائله تو بسیار در هیجانم. من چی گفتم؟ بهترش رفته دختر رو از عائلش خواستگاری کنه. یعنی آنها با من شناس شدن خواستن، من هم رد نکردم. من باشم فکر کردم که در این حالت ناخوبمان میلیس با یگان نفر نادرست رفیقی کرده ایستاده است. دلم زیغ بود. جنابی که حیات میلیس را نجات داد بسیار آدمی خوبی بوده است. جوان مرد. در این زمان چنین آدم یافتن دشوار است.
جناب احمد از این پس قهرمان آیلمان است. البته درست گفتید پدر جان. یعنی فکر کردید که مثل نبیره دوست داشته‌تان قهرمان های ساختنه یا با دختری زیبایی من. بازنامش چی بود؟ کالتا کلاس. قهرمانی ساختن. کالتا کلاس قهرمانی حقیقی است، فهمیدی؟ غیر از این به دخترت بسیار باور نکن. ای رویم سیاه شد. این رو ببینید شما. تو حالو هم گپ میزنی. همه چیز عیان است. گوش کن زهرا، هرگز دخترم رو با خودت مقایسه نکن. دختری من اصلا یگان دزد رو مولا گفته به خانه نآورده است. گوش کن خانم تولین، در این حالتم با زهرا جنگ و جدال داری ها؟ خب گپ نزن. خاموش باش خاموش. زهرا از کجا میدونست که او ساختکار است؟ دوست میبرد. من رو هم دیوانه کردی؟ پدر جان، من هم همون رو میگویم. زهرا نمیداند، اما میلیس میداند. میلیس به مانند تو اصلا با این خیل آدم های بد دوستی نمیکنند. نه احمد، من برای این حالا آماده نیستم. یعنی چه خیر؟ آماده نیستی؟ حالا نمیخواهم که با آیلم شناس شوی. برای چی؟ احمد التماس یک روی نکن، بعدا میفهمونم میشود. خوب جانم، نخواهی مجبور نمیکنم. با بیرون میبریم، هوای تازه میگیریم، بالا به بحر میرویم، بعدا ما رو به خونه میبریم. میشود؟ خوب جانم. رفتیم. جناب احمد کجاست؟ او آمده نتوانست. چرا آمده نتوانست؟ ما اینقدر منتظره شده. وای، من حالا آماده نیستم که او را با شما شناس کنم. چرا آماده نیستی؟ ما آماده ایم دخترم، منتظریم. بله میلیس جان، یعنی با او شناس شده با او تشکر میگفتیم. وقتش که رسد همه شناس میشوند. برای با دامادم شناس شدن دقیقه ها رو حساب دارم. مادر چه خیل داماده؟ نه خیر، تو رفته استراحت کنی جانکم.
چی شده ایستاده است؟ خدای توبه، این دختر مرا عاشق کرد. اینجا چی گپ شده ایستاده است؟ نمیفهمم. تمام او رو باید پیدا کنیم، وگرنه سردار همه ما رو میکشد. کاری کرده کالتا کلاس رو یافتن در کار. همه سوراخی ها رو کنید. در حال آماده شده می آیم. شد نباشد بعد از 1 ساعت وا میخوریم. تا بازدید. برادرم احمد، کنی زود باش، کنی بینیم. کنی بینیم جگر، امروز ویران نشو. با ینگه حتما میخوریم. قهرمان نهار. بانوان کالتا کلاس هست، زود با ماشین سوار شود. او رو تعقیب کن. زودتر باش، حرکت کن. خدای توبه، چرا در هیجانم؟ چی شده است؟ عاشق شدم. به تنها معقولم شده است. این خیلی نه. این مراتب خطا کرده نمیخواهم. با دیگر بچه ها هم بگو از پسی کالتا کلاس هستیم، در یکان جای موافق رو میداریم. مایل شکر. ملیس کجا میروی؟ با رفیق هایم واخوری دارم مادر. با احمد وا میخوری؟ رفیق هایم گفتم که مادر. تو احمد رو با ما چرا شناس کرده نمیخوایی؟ وای چرا شناس نمی کردم؟ با نزدیکی شناس میکنم. کی؟ مادر زهرا رو ندیدید؟ 1 ساعت پیش از تو برآمد. از برای خدا چیکار میکنی زهرا رو؟ چیزی نیست. خیر رفتم. تمام. خیر تا بازدید. سردار کالتا کلاس رو یافتیم.
وابسته به نظر میارم. انیق است این مراتب ناعوده برایت را نمیبخشم. پروا نکن سردار. کلتا کلاس اکنون از توست. شد سردار. چرا من اینقدر در هیجانم برای وخوری با تو؟ وای شاید به خاطری که در این دنیا تنها تو قیمتی مرا میدونی. برای بازی یک جا شدنم مانیه نمیشوی میلیس. تو به این طور مانیه شده نمیتوانی. او رو از من هیچ کس نمیگیره. هیچ کس به این مانیه نمیشود. و دیگر رفیقا بگو حاضر راهش را میبنده. آماده شود. مایلا شد. راحت با آخی رسید کلتا کلاس. تو در کجایی؟ من قریب رسیدم. من هم میرسم. تو در کجایی؟ شاید روبرو میرفتیم. تو رو ندیده ایستادم. کنی تو در کجایی؟ چی گفت شد؟ خدایا اینها کی هستن؟ احمد چی شد احمد؟ از ماشین فرار. چی گپ است برادر؟ احمد این دختر چی کار میکند؟ مرا پاید برد چی بلا؟ چی شد؟ از ماشین فرار گفتم. ایستید خدای توبه. و کجا میبرید مرا؟ ایستید. همانجا که رفتی میفهمی. راه برادر دیوانه هستید شما. یا خدایا من چیکار کنم؟ کجا آمدیم ما؟ زیا کجاست؟ ایستید. کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ باید با پلیس زنگ زنم. پلیس را زنگ زنم. او را دستگیر میکنند. اگر با پلیس زنگ نزنم او را میکشند. رفتم. با کجا میبرید او را؟ چی؟ جواب دهید. چی کار میکند این دختره؟ به کجا آورد مرا؟ زیا کجاست؟ این است. بله. کنی بینم. ساعت هاست مرا میگرداند. مسخره کرده ایستاده است. چی بلا؟ زود آید. کجا شدید؟ چه شد؟ تو چه زنده موندی؟ کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ خدایا من چیکار کنم؟ التماس بیاید. میلیس زیا در کجاست؟ میلیس به من جواب ده. زیا در کجاست؟ بین او رو از من پنهان کردی. میدونم
زیاد در کجاست؟ یعنی که زنده ای که خیلی نجات یافتی نمیدونم، اما این مراتبه از من خلاصی نداری. چی خیلی پنهان، چی ها میگوی تو ها؟ کدام زیو؟ تو برای همین مرا تعقیب کردی ها؟ ملیس دیگر با من بازی نکن. زیو در کجاست؟ سفسطه نگو زهرا. در کجاست؟ شما کی هستید؟ من شما رو باری اول میبینم. چی گپ است؟ چی شده است؟ گپ زنید آخر. از من میپرسی من کی هستم؟ بله کی هستید؟ باری اول شما رو میبینم. آفرین، حتی در آخر هم مرا حیران کردی. اما بر عوض حیران شدن من حیات تو به پایان میرسد. کالتاکیلاس. کالتاکیلاس گفتی؟ سر کن گاز را، زودتر های کن. آدمی هست که نامش کالتاکیلاس باشد. کی هست این کالتاکیلاس؟ خیل کالتاکیلاس کی هست؟ از ما میپرسی؟ با خدا نمیفهمم. آدمی هست که نامش کالتاکیلاس باشد. انسان است. کی هست کالتاکیلاس؟ ببینید من نامم احمد شمشک است. استادم. خودش چی گپ است من نمیفهمم. این چی ها میگوید؟ سردار گفته بودم که رفتار عجیبی میکند. گوش کن، دائم به عقل تو تعجب میکردم کالتاکیلاس، اما با عقل و عقیده من تو شوخی نکن. ابله، گرچند ندانم از کجا چه رهایی یافتی، ولی از اینجا زنده نمیبرایی. میدانی خدا کسی را که نخواهد نمیکشد. نمردم برادر. میمردم؟ یعنی از درخت افتیدم. چرا میمردم من؟ تو چی ها میگویی؟ چه درخت؟ خود را در تهخانه ترکاندیم. کدام تهخانه؟ شما چی ها میگویی؟ یعنی که ترکانده نتوانستی؟ اگر میترکاندید پس چرا من اینجا هستم؟ برادر معلوم شد که من نخفیده بودم. بله شاید شما یگان نفری را ترکانده اید که مرگ و سزاوار بوده. مرا نترکانده اید. جسدی تو را شخصا خودم دیده بودم. نفس نمیکشیدی، مرده بودی. متاسفم. من اگر میمردم اینجا نبودم. اگر میمردم در کجا میبودم؟ من در قبرستان. همین خیلی در قبر بودم. یعنی اینجا بودنم معلوم میکند که من نمردم. مرا به کسی مانند کرده. من نمردم. سردار این آدم پیش از مردن ما را مسخره دارد. او را پرانه دیگر پیدا نمی شود. درست میگویی. در وقت موافق صبر کردن مثل مرده را صدقه دادن است. اینجا چی است؟ تو را یک بار کشتم، باز برگشتی. این دفعه کشته جسدت را سوزانده به دریای گنگ میپرتایم. دیگر آمده نمیتوانی.